آقا گیمر بودن تو ایران سخت‌تر از بودن تو ایرانه. چیزی که همه گیمرهای اصیل تجربهش کردن، نه بچه پول داره. ما که از گوشی ساده رسیدیم به یه دونه آیپد پی سی گیم میگین. حالا من پی سی گیمینگ که نمیشه گفت، ولی خب دارم. حالا اومدیم با هم مشکلات پله به پله یه گیمر ایرانی رو با هم ببینیم که تو ایران گیمر بودن چجوریه. از لایک کامنت سابسکرایب نره بزن بریم اصلا رسان خورد میشه. آقا بریم. یکی از اصلی ترین هاش قیمت دلاره. آقا ما تو ایرانیم و داریم با قیمت دلار یک کشور دیگه توی قاره دیگه یه بازی رو میخریم که از اصلا مثلا که نمیشه گفت چرا، چون کلا بازی گیم که میخوایم بخریم از اون ور اومده و هزینه شده براش. ولی خب متاسفانه وارد کشور که میشه اصلا ارزش بازی میره بالا، دلار که میره بالا، این ارزش بازی هم برای اون فروشنده میره بالا و یه شات بکنه تو پاچت. مثلا خودم الان یه بار رفتم بدم دلستافاس 2 رو من بیشتر بازی نکردم، فقط گیم پلیشو دیدم. خواستم برم بخرم که گفته بود 1 تومن 2 تومن. اون موقع مثلا تازه اومده بود، من اون موقع زیاد پول دستم نبود، نتونستم بخرم. اصلا یادم رفته بود که دیگه بخرم. خب و واقعا یه بابای قرضتون قزمون در میاد که یکی از همین مشکلاته که قیمت دلار واسه تو نتونی بازی بخری. رفیق من خودش 1 سال کار کرد تونست R6 بخره. این رفیق من میرفت نمیدونم یه جا از این مغازه دکه های نمیدونم چی فروشی کار میکرد. بعد 1 سال تازه کار کردن تونست قسطی بتونه R6 رو بخره و فشین الان خیلی راحت پلی بده. حالا ایسایی هم هستن بچه پولار، تعداد گیمای داخل مثلا پلی استیشن یا استیمشون از ترکیب سن من و شما و پدرتون با هم بیشتره. توی نبوده ولی سن من و شما و پدرتون رو هم جمع کنی از تعداد بازیای استیم و پلی استیشن اون بچه پولداری که الان داره کلی بازی میخره کمتره تعداد سن ما. واقعا فشار داره این بخش، هم برای پی سی پلیرها صدق میشه، صدق مناسبه میخوره، و هم پلی استیشن پلیرها. قیمت دلار برای اسمبل کردن سیستم و خریدن کنسول. حالا من میگم کنسول منظورم هم ایکس باکس هم پلی استیشن همه چی هست. هر چی که داری حتی نوکیا 1120 هم داری برای تو کنسول حساب میشه به نظر من. آقا شما الان عادی ترین کارت گرافیکی که میتونی بخری قطعاً بالای 1 تومنه و بگو 10 میلیون بالا این هست. و کارت SSD میخوای، نمیدونم فن خنک کننده میخوای، اصلا نمیدونم یه روشی هست که میتونی خنک کنی سی پی یو رو، نمیدونم چیزی مینیمالی بشه، نمیدونم فن خنک کننده باید بگیری، مادربردش که خدا تومن، مانیتور خدا تومن، خود کیس خدا تومن، موس خوب خدا تومن، کیبورد خوب خدا تومن. تازه میگم خوب درصد متوسطی، نه اون خفن، همین خدا تومن رو هم جمع میشه گاد تومن. سی رو سری گاد تومن. و کی میشه واقعا من بتونم مثلا برم فروشگاه با پولای تهیجیبم مونده یه سیستم بخرم؟ خود تو خارج الان اینجوریه، مثلا یه گیمی که برامون $900 اونجا با مثلا با حقوق یه ماه پدرشون میتونن بالای چند تا از این همین گیما بخرن، به رفقاشون هم تازه گیفت کنن. یعنی اکانت سیستم اکانت استیم یا چش میگن گیم پسشون بشن و بخرن. گیم پس البته ریدم تو گیم پس، واقعا خیلی چرت و پرته. خلاصه اینم از این بس. آقا ما گیرم سیستم خوب خریدیم، داری گیم میزنی راحت. الان مثلا مثال براتون بزنم که خوب بفهمین منظورم چیه. مثلا داری
تکون نخور. دو تا دو پلی میدی. من زبانم میگیره وقتی میخوام بگم. دو تا دو بازی میکنی. دو تا دو بازی میکنی. سیستم رو روشن کردی، بازی هم نصب، بازی رو باز میکنی و میگه not connected، یعنی وصل اینترنت. بعد کلی زور وصل میکنی، میری وارد بازی میشی که نمیدونی البته مثلا فیلتری یا نه، که وقتی واردش میشی میگه پینگت عزیزم بالای 200 بیرون میندازت. حالا کلی بن و چند ساعته داره. من به صرف ذهن دید دو تا پلیر رو دارم میگم که همه بازی های آنلاین همینن که مشکل پین داریم آقا. فیبر نوری هم بزنیم باز قطع و وصل خیلی داره. میگم بچه با ثبات نیست. حتی که بهترین اینترنت ایرانه با ثبات نیست و بازم بعضی وقتا فرق با اینترنت مخابراتمون هم نداره. یعنی شما بردارین با نت ایرانسل چند سال آینده که اصلا به درد لای جز دیوارم نمیخوره برید گیم آنلاین پلی بدی، واقعا تعداد مقدار قطع شدن اینترنت وسط بازی احتمالش خیلی کمتره. مشکل بعدی این فقط تو بازی‌های آنلاینه. چیتر. آقا شما مثلا تو بازی آفلاین که کسی نیست که باش میخوای مسابقه یا مثلا رنگ آپ بکنی. تو به حال میای بازی تو میکنی، سر اون شخصیت NPC های بازی کلا میذاری. ولی خب اینجا ایزم تو چیتر اگه باشی اهم از فوش های عمه، خاله، مادر، خواهر، پدر، عمو همه اینا به سمتت میاد. خود به خود چیتر رو روشن کنی خود به خود فوش سمتت میاد. چون ما گیمرها چی داریم بگیم به آدم چیتر، پلیر چیتر. و فکر کن از دیده این دفعه دارم خب از دیده چی بگم، دیده کیا بگم. بله خودشون میدونن کیا. بتل رویال پلیران. حالا من نمیدونم H1Z1 پابجی کالاف، من نمیدونم هر بازی بتل رویالی. فکر کن وارد مچ بتل رویال شدی، لند کردی، داری لوت میکنی، گام برداشتی. اونم حاجی مثلا فکر کن مثال تو کالاف موبایل مالا مثلا ما میگیم روش شبیه روی سیستم بازی کنی، مثلا HS برداشتی، HS با وان شات ترترین اتچمنت رو چیدی، بعد کشیدی از دراپ، اونم AK40 AK117 هم دستت اونور بدون لگت کن، اصلا لگت نداره. سنست خدا یه انگار مثلا 20 ساله بهش عادت کردی. در حد بروکن اسلاید جام میزنی، موومنت میزنی، پینگت هم خوبه. من پینگت البته اینجا یه مشکلی هست برای چیتر. یه DNS یه چیتر میاد اون وسط، نمیدونم حالا کانفینگ چیه، میاد اون وسط داره بهش تیر میزنی، تیر میخوره. مثلا از 10 تا تیری که بهش میزنی یه دونش حساب میشه. پینگت مثلا رو 40 30 20 آقا 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 همینه. و میاد اون تو رو میزنه. حالا مثلا دست اون طرف چیه که وان شاتت میکنه؟ آرگوس. فکر کن یکی باید با آرگوس تو رو وان شات کنه. اونجاست که باید بگی آقا واسه ما داره. اوکی. و من چون خودم این زمانی کالا پلیر بودم دارم اینو بهتون میگم و تجربهش کردم. خیلی استبدیه و حسرت میگم به تمام کالا پلیرهایی که تجربه کردن و از رفقای خودم که انتقام از سکتر رفتن و خیلیشون هم زنده نیستن. تصدیه. بعدی والدینه که بچه های گیمر دارن. من تو اولین ویدیوی کانال گفتم بیچاره والدینی که بچه گیمر دارن، اونا خیلی بدبختن. حتی بخش بچه هاشون بدبختن. تو فکر کن داری گیم آنلاین میزنی، آقا استوب نداره، میگه برو آشغال بزن دم در بیا کمک کن سفره رو بنداز. یا آقا آنلاین استوب نداره، میگه استوبش کن، براش ربطی نداره. تو الان این وسط باید چیکار کنی؟ بی احترامی که نمیتونی بکنی، اصلا تو مرام ما نیست. بی احترامی پدر مادر و مجبوری باشی کمک کنی.
و کاری که میگه رو انجام بدی. اون وسط هم همون چیتری که بهتون گفتم داری با چیتر مقابله میکنی، بعد اون میاد تو رو میزنه، رنگ دوام میشی، بنس چند ساعته میخوری و بابات در میاد. خلاص بگذاریم. بعد میبینید بالا میبینید آقا تو رو زده، رنگ دوام شدی. این خیال قبل از شروع کردن مچ میگه آقا من میخوام گیم آنلاین پلی بدم، با من کاری ندارین؟ میگن نه بازو بکن. 5 دقیقه نشده بازو شروع کردی، یه کار دیگه پیش میاد. اونجاست که باید بگی آقا سیستمو میکنم تو حلق، تو خودم هست، فشار میگی سوی با موش بزنی تو مانیتور که آقا میبینی گرونه دست سر میخوای بزنی نمیتونی، گرونه. حتی این رون هستش میتونی اینجوری بزنی و فشارتون خالی کنی. توصیه دکتر والکر رو حتما داشته باشین با خودتون. و اینم از این. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. گفتم این ویدیو رو سریع بگیرم که حسام شما در میون بذارم به عنوان گیمر. چرا تقریبا یه قدیمی حساب نمیشم ولی خب هستم به هر حال. یه 7 سالی میشه دارم پلی میدم گیم و خودم گیمر میدونم. الکی مثلا من جان هم جلو همتون نوب سگم مثلا. و ادعایی ندارم واقعا ولی خب پلی میدم برای خودم اشغال میکنم. و خلاصه عشق من دید، لایک کامنت سابسکرایب نره. کلی ویدیو دیگه تو دفترچه بهتون نشون دادم نوشتم و قراره بیاد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.